در میان صدها کتاب گم شده تاریخ، کتابی وجود دارد که قرن‌هاست از آن با ترس یاد می شود. کتابی که گفته می شود حتی فرشتگان از خواندنش بیم دارند و برخی می گویند این کتاب راز سقوط انسان را در خود دارد. نامش کتاب انوک است. در کتب مذهبی انوک یا خنوخ در عبری از نوادگان آدم بود، پدر متوشاله و جد حضرت نوح. اما در مورد او یک نکته عجیب وجود دارد. در سفر پیدایش نوشته شده انوک با خدا راه می رفت و ناپدید شد، زیرا خدا او را برگرفت. هیچ کس نمی دانست چه شد، اما در متون قدیمی تر گفته می شود انوک به آسمان برده شد، زنده، نه به عنوان انسان بلکه به عنوان شاهدی بر اسرار آفرینش. قرنها بعد در غاری در اتیوپی نسخه هایی از متنی باستانی پیدا شد. روی پوست حیوانات با خطی عجیب نوشته شده بود و عنوان آن بود کتاب انوک، متنی که قرنها پیش از کتاب‌های تورات و انجیل نوشته شده بود، اما کلیساها آن را ممنوع کرده بودند، زیرا چیزهایی در آن نوشته شده بود که با هیچ اعتقادی سازگار نبود. در این کتاب انوک نه فقط پیامبر بلکه شاهد رویدادی هولناک است، سقوط فرشتگان. در آغاز خدای آفرینش گروهی از فرشتگان را برای محافظت از انسانها فرستاد. آنها را واچرز یا ناظران می‌نامیدند. اما این ناظران وقتی زمین و انسان را دیدند، شیفته زیبایی زنان بشر شدند. رهبرشان سمیازا سوگند خورد که از آسمان پایین آید و با زنان انسان ازدواج کند. در کتاب انوک آمده فرزندان آنها موجوداتی عظیم الجثه و قدرتمند بودند که زمین را بلعیدند. آن موجودات همانهایی هستند که بعدها به نام نفیلیم شناخته شدند. نفیلیم ها ترکیبی از آسمان و خاک بودند، نیمه خدایانی با اندازه های باور نکردنی، ذهنی بیدار و قدرتی مخرب. گفته می شود آنها بودند که به انسان نوشتن، ساختن سلاح و جادو را آموختند. اما پس از مدتی زمین از خون و ویرانی پر شد. انسانها از آنها به سطوح آمدند و خداوند تصمیم گرفت زمین را پاک کند با طوفانی بزرگ، همان طوفانی که بعدها در کتاب نوح توصیف شد. اما پیش از آن فرشته‌ای نزد انوک فرستاده شد تا اسرار سقوط را بنویسد و به آسمان برده شود. در متن انوک آمده است که فرشتگان او را در عرابه‌ای از نور و آتش نشاندند و او در میان صدای طبل و رعد به آسمان‌ها برده شد. او از 7 آسمان گذشت. در هر آسمان گروهی از فرشتگان را دید که جهان را نگاه می‌دارند. در آسمان 4 او دید خورشید و ماه در مسیر خود بسته شدند. در آسمان 5 فرشتگان سقوط کرده را دید، زنجیر شده و در تاریکی. در آسمان 7 او نوری را دید که هیچ چشمی تاب نگاهش را ندارد و صدایی شنید که گفت انوک، تو اکنون دیگر انسان نیستی، تو فرشته‌ای هستی از نور و نامت خواهد بود متاترون. برخی متون یهودی بعدی میگویند انوک به متاترون فرشته کاتب خدا تبدیل شد، یکی از قدرتمندترین موجودات در آسمان. کتاب انوک در مجموعه کتب قمران پیدا شد، همان جایی که نسخه های خطی بحرالمیت نگهداری میشد. در میانشان اشاره هایی وجود دارد که نشان میدهد قوم های باستانی باور داشتند روزی فرزندان واچرز باز میگردند. در فرهنگ های دیگر هم نشانه هایی هست. در بین النهرین از موجوداتی سخن گفته می شود که از آسمان آمده اند و به انسان دانش دادند. آنوناکی ها. در اسطوره های یونانی هم تایتان ها و در کتاب انوک نفیلیم ها همان نقشی را دارند. آیا اینها تصادفی است یا بازمانده همان رویداد باستانی است که انوک شاهدش بود؟ در قرن 4 میلادی کلیسا رسما تصمیم گرفت کتاب انوک را از میان متون مقدس حذف کند. زیرا آموزه‌هایش خطرناک بود. در آن گفته میشد فرشتگان میتوانند خطا کنند و انسان میتواند به اندازه فرشته دانا شود. برخی از رهبران کلیسا گفتند این کتاب دروازه‌ای است که نباید گشوده شود، اما در اتیوپی نسخه‌هایی از آن باقی ماند و تا امروز تنها کلیسای ارتدوکس اتیوپی آن را هنوز مقدس می‌داند. در بخش‌های پایانی کتاب انوک رویایی می‌بیند. او می‌بیند که زمین بار دیگر پر از خون و فساد خواهد شد و از آسمان پسر انسان خواهد آمد تا داوری کند. اما پیش از آن نفیلیم ها باز می‌گردند و در میان انسان‌ها پنهان خواهند شد.
برخی از تئوری پردازان مدرن معتقدند اشاراتی از این موجودات را در افسانه‌های غول‌های باستانی، خدایان سومری یا حتی بازدید کنندگان فرازمینی می‌توان دید. برخی پژوهشگران مدرن می‌گویند اگر انوک واقعاً به آسمان برده شده، آیا ممکن است عرابه آتشین او در واقع وسیله پرنده بوده باشه؟ در سال 1968 اریک فون دانیکن در کتاب عرابه‌های خدایان نظریه ای داد. شاید آنچه انوک دید دیداری با موجوداتی از دنیای دیگر بوده. آن موجودات ممکن است همان فرشتگان ناظر بودند که به انسان دانش دادند و از آن دانش تمدن شکل گرفت. شاید کتاب انوک فقط یک متن اسطوره‌ای باشد. شاید هم یادگاری از دورانی که انسان واقعاً با آسمان در تماس بود. اما چیزی که مسلم است، در هر تمدن، هر دین و هر افسانه ردی از این داستان وجود دارد. از موجوداتی که از آسمان فرود آمدند و وعده بازگشتشان را دادند. و اگر واقعاً روزی بازگردند، آیا ما آماده ایم؟